قربان دم دروازه میشم، صدایت میشنوم ساده میشم، صدایت میشنوم از دور و نزدیک، مثال غنچه گل تازه میشم. لا 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 قربان دل دیوانه ای که جمع کردم خلاصم کو شده. سلام علیکم مانده نباشید. السلام علیکم. زوجار شهست تیر جونجور خیر خیریت تیر خوب جونجور خیر خیریت شکر. اشته بدم شیریمه اجی والده شما همه خوب بودم. شکر سلام زیاد میرسوندم. علیکم السلام. چی عجب که یاد ما غریبار کردین. از ما عجبه. گفتم باشه بریم یک خبر بگیریم داخل گفتم خیر بینه خونه شما بود. سلامت باشید. چی گپای دیگه؟ قراری اطراف شما خیریت. شکر فرد خدا باشید. خوشی میشتنم. خوشی شما تیار خوشحالم. خونه شما رفته بودم امروز. به خونه ما؟ بله یو. ساعت 7 بجه بدر شو که میرم خونه دختر خو میرم. به خونه ما نبودم. نبودم؟ نه. پس دیو کجا رفته؟ میگه به خونه ما نبودم. ببین خسیر بره جای تاسف بره شما. چه باشه؟ واقعا جای تاسفه. اینه این چه خوشیه اعصاب شما خرابه. من امروز بیام آدم برفتم به شفاخانه به دیدن یکی از مریضا. از رفیقام همونجا مریض بود. وقتی گرفتم به داخل شفاخانه دیدم خوشیم لباسا سرخی به بری و لباسا ننگی ننه شفاخانه شده ای تی میکشه. هرچی میگم خوشی جان اینجا چه کار میکنی؟ از شرم از خجالت امیده چوب بموند و تی پرته داد و بجس بره. یک زن دیگه همینجا ننه بود ننه شفاخانه بود از این پرسان کردم. گفتم همین خاله چه کار میکنن اینجا؟ گفت اگه از دیروز بیام اینجا ننه شفاخانه شده. عجیب غیرتی داریم. مرحبا بزی غیرت شما واقعا. اینه حداقل امیر می آوردیم پیش خود همینجا شامل میکردیم همینجا به کار مینداختیم. شما چه میگید؟ داخل گلخانه هنوز بیتر بود. شما چه میگی اکثر میگی و میشنوی؟ یا یک من زعفرون من خونه می آوردیم همینجا پاک میکرد. یک من پسته می آورد مشکست بیتر بود. ابرو مرم آوردیم ابرو خود خورم آوردیم. به خاطر 4000 پول بردیم شامل کردیم ننه شفاخانه کردیم. میگم به خدا از مردن خو خبر دارم یا از خبر ندارم. ولی من خب بلا برادمه. امو زن می پیش امو زنکا و پیش امو همسایه چی رو سرخور بالا کنه. هم هر کس میگه مادر تو ننه شفاخانه. تو داره ما خدا تو چی میگی؟ کاکا شما تو چی میگی؟ یعنی من دروغ میگم برش تو این چشم سر بدیدی؟ من چشم سر بدیدم میگم برفتم بدیدن مریض دیدم من اینجا ای تی میکشه ای لمشتیار پاک میکنن اینجا. اینه عجب. ما از علم گور خو آگاه نیم از این کار. از مادر خو خبر نداریم که با کجا هست چه کار میکنه؟ نه بابا من گم میرم خونه دختر خو میرم. خسور به خدا بیامرز اشته آدم با غیرتی بود. اشته آدم غیرتی بود. همون زن خور نمیخدش از اون سرا بیروشه. گوشی هم گله. هر چی که ماست بریو میخرید میآوردم خونه. حتی گفت اگه همینه که پول ندارم نه که بریو کنیزی هم میگیرم. حالا تیار اقداگت نزن من میرم حالا سعی کن که کجایی. ای وای ای یه وای. نکردیم مرد خدا برسید. ابرو مارم ببردیم ابرو خود خورم ببردیم ابرو از اون سیاسر زن مرم ببردیم. حالا به داخل شفاخانه بود. اگه باور نداری برو سیل کن. خانه میرم. اگه دروغ بگی با خودتو میفهمم میفهم. چه کار کنم از دست از اینا؟ چه کار کنم خودی از این خیشی ناجاما. سیپی خسور برام چه کار میکنه؟ هر روزه که خسور خدا بیامرز فوت کرد ان اینا رو سعی کن. حالا میگه من خبر ندارم. برو با یار بگو یارت تو آمد دلارمی گل نرگس خریدار تو آمد جانم های برو با یار بگو چشمای تو روشن
الله من یار وفادار تو آمد ای نازنینو کجا تو پا گذاری به زمینو ای سر دستی تو را با دست بگیرم به دلدارم که ترم پس بگیرم آی تو او برای من نو شکاری تو او بر خور هدش بگیرم ای داد و بیداد خدا غمای دنیا را به ما داد دلم تنگ است دلم تنگ است مسلمانا چی سازم به هرات عزیز جنگ است مسلمان میگو با خود خوندن میکنی میگو دیلا تو مدرمه بردی بگه شفاخونه نانه کدی ها؟ تو مدرمه بردی نانه شفاخونه سود کدی میگی نانی من؟ آه نانه رو بردم کجا نانه کردم؟ شفاخونه راست خوب بگو پوست ترمک کنم دیلا اشته چی میگه لالا شما نمیفهم نانه من تو مدر ما ها تو بردی نانه شفاخونه استاد کردی به اینجی شامل کردی آها مدر ما برفتن نانه شفاخونه استاد کردم من ها تو بردی گردنم بند باشه اگه لنگ من خبر باشه یعنی خبر ندارم مدر خوب پس کی برده کی مدره به کجا بردن آن نانه شفاخونه استاد کردم میبرم اینجی نخم مرد دیوانه کردیم شما اینه مثل که تربه گرفتم مال بمیزیدی اول چیار بیدی کنم میگو جواب مر بده لا اله الا الله محمد رسول الله ببین گلدونم تا سرتو میزنم مدر ما برفتن نانه شفاخونه شه ها کی برده بود خبر نداری میگم همین های کمرنگ پولیسایه آه حالا تو بودی مدر خود به اینجا شامل کردی لالا مثل وقت که ما و شما بیامدیم تا گلخونه فرغون 3 فرغون 4 فرغون آشغال گلا بکندم ما بردم و بیری چپه کردم این چند تا شما شماره کنین چند تا ما پول غم کردم اینا ما نانه خود مادر خود میبردم نانه چپقانه می استاد میکردم پس این کی برده سر صبح من از باف بجا گفت که من میرم خونه دختر خو میرم دومات ما بیامده میگه خونه ما نماده ای پا کی برده اونجا نانه شفاخونه شامل کرده شما چی میفهمید که اون نانه شفاخونه دومات ما به ما گو دومات ما شامت گو و بریم بیاریم ما برفتم سعی کردم نبود نه ای با کجا رفته دیگه ما خونه دخترها خود ما گپ شما رو بر کن یا گپ کی رو بر کن شما ایته میگه خب شما آدم خوردیه خب میگه آدم خوردی هم دیگه که آدم خورده باشه بچه نادونه باشه بگم این بچه نادونه دروغ میگه برفتم با داخل شفاخانه درکای نیه از این نانا دیگه میپرسیدی پرسان کردم گفتن برفته با خونه دخترها خود رفته نه لالا برو خبری بگی برای ماستون برای دلجم گمی گل را تیار کنانی گلدون را گل تای بگذار خو لالا پرسان کنیم که بخن من نفته که گردن ما بند لنگ ما گونه اگه تو بردی کلی تور میکنم صبح کلی تور میکنم میفهمی یا نه خوبه با پرسی من انا که ما خود از خود کار غریبی داریم اصلا کی برده مادر ما ببرده اینجا نانه شفاخونه است ما خود ما نانه ایم ما اینجا شفاخونه نانه ما خدا بدونه نانه رای که داره خیال بپیشیده بچه خیال میکنی نانه من سیل آورده همراه که به پولیسا که میگو یو دوه
شاگرس کنگرس لعنه بکش داره چی کنه انگار که گردباد آورده خدا یک پول داری بده که عقل کمالم به برای کلون به خور بخور تفلک سر کلی عجب اسکین سفید شده اما عقم خونه به Beyler işte püdür. İşte de ne tergum, işte çorçuk nakşum, işte enfajar nakumum. چی گپ مادر باید با خودی کی گپ میزنی؟ میگم نانا جو نه دیگه بخیر دیوانه شدیم رقم تو معلومه نانا جو دیوانه نشدم مرد دیوانه کردی مرد دیوانه کردی ما به تو چکار کنم؟ امروز صبح برو خمیرم از دست شما بگم میفهمی مادر خوب بگردم دومات تو امروز بیا ماده گفتم خوشی خومه به تا شفاخونه دینو که تا شفاخونه رو میشوره ای تو گوش نمونده بودی مادر جو نکن تو خدا ببین من دست آخر میگه قلم میکن که گوش نبمونی خور رزه میکن پیش تو خب چکار کنم؟ قلبی نداره قیب صدیق بیا ماده ما گفت پرج 4,500 به تو میدم انا بیا بریم میگه با شفاخونه کار کنن من برفتم همینجی خب قلبی نداره مزدوری قیبی نداره مادر جو گوش نموندی گفتم لغرم خرج مرکو میشه میگم گوش نموندی که بموندی اگه گوش نموندی برو کار کو ما دو براریم تاشم زحمت نکشیم با واسطه تو مادر تو آخرم ابری سیاد مرپاک میبری آخ نکو روی تو خدا ببینه گیلک اونجا تاشم جگر کنده من اینجا جگر نکنده دو مقدر فکر با حال ما نمیکنی با ابری سیاد ما بازی میکنیم مادر کارگری عیبی نداره درسته که عیبی نداره من که جوان نیم که مردم به تو زن خونه ای به خونه بشی تو تماشا خوب کن که ما چه کار میکنیم باز همی خوارزاده به قوسالدین آفرینه کمی کار به ما پیدا کرد بعد کت قوسالدین کمی گپ رو تو زد اشتباه کرد ببرو ما پای بازی میکنه قوسالدین پاک هم رسید و شراب خورد نمیگه که مدر فلینی به تشفا خونه نه من حالا میرو پیش قوسالدین میرم برای کار دارم خور نگیری به تو تو سعی که من چه کار میکنم تیار میکن این مادر رو برده قوسالدین بس نان شفاخونه استفاده کرده مادر فکر نمیکنی سلام علیکم چی سلام علیکم سلام علیکم نه سلام چه کار تو بچه‌مه خدا خجالت نکشیدی چه کار کردی شرم نکردی که تو مادر میبردی شو بردی نان شفاخونه استفاده کردی چرا مادر خود خور نبردی نان شفاخونه استفاده نکردی ها بچه‌مه کار کو عیبی گپ نداره بکن که بچه‌مه بگد نکن اخزن کار کو عیب نداره کار عیب ندار با من عیبه بابا جان همین به می شفاخونه گفتم برج 4,500 میدیم مادر گفتم خود خور میلیونی بدین میبردی میشه نه مادر خود خور میبردی مادر ما کار کردن نمیتونست اگه نی کمور هم میبردم تو با مادر چی کردی شیلالا امی بود سهر تو امه تو بخوره بخیر ابرو ایساد مر ببردیان حالا کارگری ابرو حیثیت دادم میره تو ما دستو تا 100 رقم گپ بمزده که خشومت به شفاخونه میشوره پاک میکنه تمیز میکنه این تو ما گوش نموندم حالا ما کی گفتم بچه‌مه شما گوش نموندین نماستم این کاری بکنی تو ایش پیش خواستم این سر ترشی کردی گفتم امی دریپی میشه به می غنیبته به می بیچاره نمام دریپه نمام بگم میفهمی یا نه نمام دریپه من گوش نموندم کاکا من گوش نموندم اما همه گلخونه شما رو میخره هر بوته گل من 2,000 روپه قیمت اینه همین شرایطه که میگه راست میگه به هر کس که میگه نیکی کنی نه ماما نیکی که تو بکنی بفهمیدی؟ قبل رسد مر ببری 4 تا همسایه میره به داخل شفاخونه میره میگه مادر فلانی به شفاخونه نه کارگری عیبی نداره میگم دیگه اشتباهی نکنی بریم خیر غم نداره بفهمیدی؟ اگر گپ داره مادر شما دیگه نره دیگه نمیخذارم بفهمیدین بریم دیگه مادر شما نره دیگه تو سر ترشی هم نکنه پیش بریم خود بچه‌مه خیر غم نداره همین دفعه اگه اشتباهی باشد بریم تو صدها دفعه تو اشتباه کردی بریم دیگه نمیگم میته بریم خاطری دیگه نکنی کار خوب راست بوده سزای نیکی
بدیه. من برفتم بازی خدمت کردم که بیکار نباشه. سر کار استاد چه آخری هم سکو بیایم به سر ما چی کارا میکنم. به کی منصر میشه؟ باز من ایر به 100 پرتیبازی و وسیله و واسطه من اینجا شامل کردم. مردم برای تا کارا اعمال سرگردون میگرده. تو میای به سر ما سر صدا میکنی که تو مادر چرا بردی اونجا به سر کار. اصلا به شما جلوروی خوب نیه. باشه که میتونم سرگردون بگردیم.